سابقتر و پیش دسترند و تحقیقات و پژوهش‌های زیاد کرده اند و مفید انجام داده اند. یک جمله را باید عرض کنم. وقتی درباره تفکری فلسفی، پیدایش تفکری فلسفی در نزد انسان بحث میکنیم به نظر تاریخی، باید دانست که انسان از همان وقتی که پا به عرصه این گیتی گذاشت، میلیون سال قبل، 2 میلیون سال قبل، حالا هرچی، 3 میلیون، 10 میلیون سال پیش، فرقی نداره، از هر وقتی که انسان پا به عرصه گیتی گذاشت همراه با تفکر بود. اصلا امتیاز انسان از سایر جانوران این با قدرت تفکری است. انسان را که میگویند انسان حیوان ناطق است، به این معناست که ما در ناحیه بدن، جسم با حیوان از ظاهر فرقی نداریم. اگر فرقی هم داشته باشیم، آن هم در ناحیه این است که ما با نیروی تفکر، خرد، عقل مجهزیم که حیوانات از این نعمت بی بهره هستند. و هر کجا هم تفکر بود، فلسفه هم هست. چرا؟ به این دلیل که وقتی ما عقل داریم، تفکر داریم، اون پرسش هایی که در آغاز جلسه عرض کردم، خب اونها ناخودآگاه مطرح میشوند برای انسان. همین که برای انسان مطرح شدند و انسان از پشت پاسخیابی به این پرسش ها رفت، یعنی چیکار کرد؟ یعنی فلسفه بافت. فلسفه بافت به این معنی که فلسفید، یعنی فلسفه ایجاد کرد. آنچه از تاریخ برای ما از تاریخ فلسفه بیشتر الان ما خبر داریم، منظور تاریخدانان علم فلسفه، این از همان زمان است که نوشتن و کتابتی آثار برای انسان میسر شد. به عبارت دیگر، از زمانی که خط شروع شد ما خبر داریم که تفکری فلسفه هم در لابلای کدام یک از این آثار دیده می شود. آنچه تاریخ نگارانی فلسفه گفتند این است که تفکرات فلسفی، اندیشه های فلسفی در ابتدا در شرق به چشم می‌خورد. یعنی به خلاف اینکه برخی ها معتقدند که ابتدای فلسفه در یونان است، نه، در ایران، هند و همین کشور خود ما، منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، آسیای مرکزی، اینجاها مکتوبات مانده اند که در آثارخانه ها هست که در لابلای آن مکتوبات ما میتوانیم با تفکرات و اندیشه های فلسفی مواجه شویم، روبرو شویم. و خیلی از مورخین هم معتقدند که اگر 6 قرنی پیش از میلاد اولین اندیشه های فلسفی برای مایان از نوشتجات یونانی ها معلوم شده است، حاکیست که تفکرات یونانی ها، فلسفه یونانی ها ریشه در شرق داشته است، خصوصا در ایران و هند. تصریح میکنند بعضیشون.
خیلی هم حالا واردی جزئیاتش نمیشم. پس اولین آثار فلسفی در 6 قرن عصر پیش از میلاد یافت شده اند و آن افکار در ابتدا آمیخته با برخی از اعتقادات دینی و مذهبی بودند. خب سپس فلسفه با عنوان یک فن مستقل هم خط علم کرد. در کدام زمان؟ در زمانی قبل از سوفسطائیان. حالا عرض خواهم کرد که سوفسطایی یعنی کی. در قرن پنجمی قبل از میلاد درباره یک دسته، یک گروه از دانشمندان کتبی تاریخی برای ما نقل میکند که معروف به صوفیست بودند. معنای صوفیست این یک واژه یونانی است که معنایش حکیم است، عالم، دانشور. معنای صوفیست اینه. اینها در ابتدا خب آدمانی دانشمندی بودند و علیرغم اینکه اطلاعات خیلی گسترده از علوم زمانه خود داشتند، یک رخداد سبب شد که اینها منحرف شوند. من حالا بیان خواهم کرد یعنی چی. به نقل مورخین، تاریخ نگاران، سوفسطائیان که گفتیم به معنای حکیم است، در فن خطابه و مناظره خیلی آدمانی حرفه‌ای بودند. مردم فرزندانشان را میگذاشتند پیش آنها که این فن را یاد بگیرند، چون انسان در خطابه یا مناظره اگر از شیوه آن خوب آگاه باشد میتواند خدای ناکرده حتی باطل را هم به عنوان حق نشان دهد اگر حرفه داشته باشد. البته کار شیطانی است، کاری درست نیست. بعد سوفسطائیان را سیاست، دستگاهی سیاسی به کار گرفت. چه خیر؟ یعنی دستگاه سیاسی به کار به این معنا که اینها ناخودآگاه پا به میدان سیاست گذاشتند. چه خیر؟ اینها رفتند به عنوان وکیل مدافع ادوکات کار میکردند. مثلا فرض کنید یک نفر، این در یونان در قرن پنجمی قبل از میلاد در یونان، یک نفر اگر با یک نفر دیگر دعوایی داشت، دو نفر دعوا داشتن بر سر یک مسئله، فرض کنید یک نفر آقای الف با آقای ب یک دعوایی داشتند بر سر یک مسئله. فرض را هم بر این گیرید که این آقای الف مثلا خب این ناحق بود، ب حق بود. این الف که ناحق بود اگر رود این ادوکات را، وکیل مدافع را که سوفسطائیان شده بودند، سوفسطائیان وکیل مدافع شده بودند، استخدام کند، بهش پول دهد، اون وکیل در دادگاه چنان حرفه داشت در دفاع که این ناحق را چنان جلوه میداد که دیگه همه فکر میکردن این حقه، حق بر جانب این است. متوجه هستید؟ و اون آقای ب که در حق بود پولی بیشتر دهد به همین وکیل مدافع، گفت من پولی بیشتر به تو میدهم،
همون آدم فردای همون روز یا مثلا 2 روز دیگرش بیا آمد از این به دفاع میکرد، رأی دادگاه تغییر میداد، به نفع اون رأی میداد. به عبارت دیگر هر کسی پولی بیشتر تیاد اون مثلا حق دانسته میشد. اینها سوفسطائیان که وکیل مدافع شده بودند در این فن، در فن دفاع دیگه به بالاترین خله خود رسیده بودند. اگر بخواهند هر دعوایی رو اثبات کنند اثبات میکردند، اگر بخواهند رد کنند رد میکردند. چند سال این حالت ادامه پیدا کرد، یعنی چند سال، شاید مثلا 100 سال، حالا کمتر بیشتر. و این پندار و چنین اندیشه آهسته آهسته به تدریج در میان مردم یونان پیدا شد که در خودی نزد سوفسطائیان ها که شاید اصلا حق و باطل نیست. توجه هستید؟ یعنی این نتیجه کار اینها این شد که رفته نسل 3 یا 4 سوفسطائیان به این اندیشه افتادن که اصلا شاید در دنیا حق و باطل نیست. حق آن است که من از آن بیان کنم، باطل آن است که طرف نتواند از خودش دفاع کند. و عبارت دیگر توجه کنید، آن حق و باطل نیست، در واقع حق و باطل دایر مدار خود انسان است. این اندیشه رفته پابرجا شد، استقرار پیدا کرد و گفتند که اصلا لزومی ندارد ما گوییم که اندیشه های ما، یافته های ما لزوما حکایتگری خارج باشند. نه، آنچه ما در ذهن داریم و آنچه میبینیم، آنچه فکر میکنیم، همه اینها ساخته و پرداخته ذهنی ماست. شاید عالم خارج اصلا وجود